سلام رفقا. امروز میخوایم بریم یه گوشه ای از دنیا که دیکتاتور آسمون رو بشناسیم. این بزرگترین و پرقدرتترین عقاب دنیان، عقابی که به عنوان دیکتاتور آسمون شناخته میشه. عقاب هارپی یا همون هارپی ایجل. برای دیدن این پرنده شگفت‌انگیز باید به این قسمت کره زمین بریم، یعنی جنگل‌های آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی. اولین باری که در مورد این پرنده نوشته شده توسط این دانشمند سوئدی بوده، کارل لینیوس. کارل وقتی اولین بار این پرنده رو میبینه با کرکس اشتباه میگیرتش. این به قدری بزرگ بوده که کارل باورش نمیشه که یک عقاب و فکر میکنه کرکسه. نامگذاری این پرنده طبق معمول از افسانه‌های اساطیری یونانه. هارپی یه موجود افسانه‌ای بوده که کلش یه انسانه اما بدنش یه پرندن. وقتی به قیافه این پرنده نگاه میکنی به کارل حق میدی که یه همچین اسمی بذار روی این. پراشو که باز میکنه با همه پرنده ها فرق میکنه، یعنی قیافش یه جورایی مثل انسانه، درست مثل همون هارپی. دلیل اینکه عقاب هارپی پراشو به این شکل باز میکنه اینه که فقط میخواد بشنوه. دیدین انسان ها وقتی میخوان بهتر بشنون دستشون رو میذارن پشت گوششون؟ عقاب هارپی هم همین کارو میکنه، نه اینکه دستشو بذاره پشت گوشش. پراشو طوری باز میکنه که صدا رو بگیرن و بفرستن تو گوشش. دو تا از مهمترین امکانات این عقاب برای شکار کردن، یکی چشماش و یکی گوشاش. چشمای این موجود به قدری تیزه که میتونه از 200 متری یه حشره 3 سانتی متری روی زمین رو ببینه. بیشتر عقابای دنیا برای شکار به پرواز در میان تا از اون بالا نگاه کنن، ببینن رو زمین چه خبر و برن شکار کنن. اما هارپی به این کارا احتیاج نداره، چون توی جنگل زندگی میکنه نمیتونسته از اون بالا زمین رو ببینه و اینجوری فرگشت کرده که میشینه یه جا و منتظر میمونه که طعمه بیاد نزدیکش. این کاراش به جغد رفته. یه موقع میبینی ساعتا تکون نمیخوره تا یه طعمه بیاد نزدیکش. آدم یاد این ضرب المثل میفته که تنبل نرو به سایه، سایه خودش میایه. والا به خدا. دانشمندا تیزبینی این پرنده رو آزمایش کردن و به این نتیجه رسیدن. یکی این که همه عقابا چشمای تیزی دارن و هارپی از همشون تیزتر و یکی از دلایل مهمش اندازه چشمای این پرندن که کاملا درشته. مهمتر از درشت بودنش طراحی این چشمان. باید بدونید که چشمای عقابا مثل انسان دایره نیست و یه جورایی تهش پهن‌تره. دلیل این پهنا هم اینه که سلولای گیرنده نور چشم عقاب بیشتر از انسانه. البته چشم عقاب با چشم انسان ربط زیادی نداره، چون انسان میتونه چشمشو به چپ و راست و بالا و پایین بچرخونه، اما عقاب اصلا نمیتونه این کارو بکنه. تمام گردشا رو با گردنش انجام میده. دقیق ترین دید عقاب هارپی توی زاویه 45 درجه هن. برای همینم هست مستقیم نمیره به طرف شکار، بلکه دایره میزنه میره، یعنی سرشو ثابت نگه میداره که چشمش ثابت بمونه. اما مثل یه سیاره‌ای که دور ستاره داره میچرخه، همینجوری میچرخه و میره طرف شکارش. همونطور که گفتیم این بزرگترین عقاب دنیان. حالا ببینیم واقعا چقدره. قد این پرنده 1 متره. وقتی بالاشو باز میکنه 2 متر عرضشو، این در صورتیه که وزن کل این پرنده فقط حدود 10 کیلوه. اما باید بدونیم این وزن برای این پرنده خیلی بالا، یعنی بدن توپری داره. دلیل اینکه عقاب هارپی با این وزن میتونه به راحتی پرواز کنه عضلات پرقدرت سینه‌شه که بالا رو کنترل میکنه. این پرنده سنگین با قدرت این بالا میتونه خیلی سریع به سرعت 80 کیلومتر در ساعت برسه. تنها سینه‌هاش نیست، عضلات پا و پنجه‌هاش هم بسیار پرقدرته. پنجه‌های فولادین عقاب هارپی به قدری قدرت داره که میتونه استخونه طعمه‌ای که با این پاهاش بلند میکنه رو بشکونه. ناخونای اینو نگاه کنید، میتونه تا 13 سانتی متر رشد کنه. اگه انگشتا و کف پاهاشو با دست انسان مقایسه کنی تقریبا اندازه دست یک مرده. عقاب هارپی در نقاطی زندگی میکنه که میمونا هم اونجا حضور دارن. میمونای این منطقه رو اصلا با میمونای آسیا و آفریقا مقایسه نکنید.
چون اینا تو جنگلای انبوه زندگی کردن بایستی خیلی تیز باشن که بتونن زنده بمونن. شاید باورتون نشه این میمونا برای اینکه شکار نشن با همدیگه ارتباطم برقرار میکنن و احتمال خطر رو به همدیگه اطلاع میدن. مثلا برای هر خطری یه صدای مخصوص تولید میکنن. یه صدا برای مار، یه صدا برای گربه‌های بزرگ مثل جگوار، اما برای پرنده ها هیچ صدایی ندارن، مخصوصا عقاب هارپی. دانشمندا برای آزمایش 2 تا از این عقابای هارپی رو بردن پاناما، جایی که عقاب هارپی زندگی نمیکنه. اونا رو ول کردن تو جنگل پاناما ولی زیر نظر گرفتنشون. از همون روز اول اینا رفتن دنبال میمون و اصلا دنبال شکار دیگه ای نرفتن. اونا فهمیدن این 2 تا عقاب هر کدومشون هر 3 روز یه بار یه میمون رو شکار میکنن و میخورن. اونا وقتی دیدن اینجوریه میمونا رو هم زیر نظر گرفتن که وقتی این عقاب میاد سراغشون چیکار میکنن. اونا میبینن این میمونا هر خطری رو متوجه میشن و هر درنده‌ای میاد منظم به همدیگه اطلاع میدن و خیلی خونسرد خودشونو حفظ میکنن. اما وقتی عقاب هارپی میاد نه تنها کاری نمیکنن بلکه به هم میریزن و شروع به فرار میکنن. برای همینم همیشه یکیشون به راحتی میفته دست اینا. دانشمندا متوجه شدن میمونای این منطقه اصلا نمیتونن در مقابل هارپی از خودشون دفاع کنن. دانشمندا بعد از این آزمایش متوجه شدن این عقاب هارپی عجب اعجوبه‌ای و برخلاف خیلی از عقابای دیگه خنگ نیست. نه تنها خنگ نیست بلکه خیلی هم باهوشه. همه کاراش با نقشه قبلی و فرصت طلبانه هست. برای همینم هست به این پرنده زیبا میگن دیکتاتور آسمون، چون هیچ رقیبی نداره. در حال حاضر حدود 50,000 تا از این عقاب تو دنیا وجود داره، یعنی در خطر انقراض نیستن، ولی همچینم امنم نیستن، چون اهالی مناطقی که اینا زندگی میکنن بی خود و بی جهت اینا رو میکشن. نه اینکه از این حیوان بدشون میادا، فقط میخوان به همدیگه پوز بدن که ما اینو شکار کردیم. آدم نمیدونه دیگه چی باید بگه. عقاب هارپی در طبیعت حدود 35 سال عمر میکنه، یعنی عمرش نه کوتاه نه بلند. خب گایز، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. یادتون نره که کانال دانستنی باکس رو هم لایک و سابسکرایب کنید. ویدیوی بعدی ما که در مورد بزرگترین پرنده‌ای که تا حالا کشف شده هست و از دست ندید. روز خوش و خدا نگهدار.